بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. معلومات عاید آهن. در این باره خدای عزوجل در قرآن کریم می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. به درستی که ما پیغمبران خود را با نشانه‌های واضح فرستادیم و همراه آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردمان به انصاف عمل کنند و آهن را فرود آوردیم که در آن نیروی سخت و منفیت‌های دیگر برای مردمان هست، تا خدا کسی را بداند که خدا و پیغمبران او را غایبانه نصرت می دهد، به درستی که خدا توانای غالب است. میکروبیولوژی مشهور مایکل دینتون در کتاب خود قسمت طبیعت مهمی آهن را چنین می نویسد: برای حیات از آهن دیده یگان متل مهمتر نیست. یک دلیل عجایب دیگر: حصه‌چه های آهن برای طبابت بیماری سرطان استفاده شده ایستادند. شناسایی انسان با آهن در زمانهای قدیم به وجود آمده است. آهن ماده طبیعی زیرزمینی به حساب نمی رود. وی از کیهان به زمین آورده شده بود. این غلطی می نماید، اما به علم معلوم است که یک چند میلیارد سال پیش زمین با بسیاری شهاب‌پاره ها و جرم های آسمانی برخورده بود. به آن جرم هایی که به زمین از ستاره های علاهیده آهن آورده بودند. آهن اولینی که به دست انسان افتید برآمد حادثه زمینی نبود. آهن به ترکیب شهاب‌پاره هایی که به سیاره زمین آمدند داخل می شود. تصادفی نیست که آهن در یک چند زبان های قدیمه همچون سنگ آسمانی نام برده شده است. آهن اولینی که به دست انسان افتید برآمد حادثه آسمانی یعنی شهاب‌پارگی بود. در این باره در محصولات های آهنی ساکنان گرینلندیا گفته می شود در حالی که آنها عاید معدن های آهنی یگان فهمیش نداشتند. شهاب‌پاره از همه کلان آهنی را در افریقا پیدا کردند که آن قریب 60 تانه وزن داشت. در یخهای گرینلندیا باشد شهاب‌پاره آهنی را با وزن 33 تانه پیدا کردند. تحلیلگران شیمیایی حاضر زمان نشان دادند که حصه آهن در این شهاب‌پاره ها به 91% رسیده است. در آخر عالمان به تصدیقاتی که قرآن 14 عصر پیش بیان نموده بود باوری حاصل نمودند. قرآن کریم سوره الحدید آیت 25 از این آیت روشن نمایان است که آهن این ماده زمینی نیست، وی همچون
نعمت برای انسانیت از کیهان فرود آورده شده است. شیخ عبدالمجید از زندانی در یکی از کنفرانس های علمی قرآن در شهر مسکو با چنین سخنها توجه اشتراکچیان را به خود جلب میکند. کلمه الحدید در حساب ابجد به 57 یعنی به رقم خود سوره برابر می شود و کلمه حدید باشد به رقم 26 یعنی رقم اتمی آهن در جدول خیمیوی دوری مندلیف. این موافقت رقم ها بیهوده نیستند. فکر و اندیشه های خود را در زیر نوار پیشنهاد نمایید. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.